سلام آقای دکتر، سرم درد میکنم. خب به من چه؟ رو ضبطیم احمق. هنوز رو ضبطی؟ صداش قطع شد، واسه کنید. آب نمک قرقره کن حالت خوب میشه. دکتر بامداد بفرمایید. آقای دکتر، شبا که میخوابم خب. همش خوابای ترسناک میبینم. نیم ساعت قبل از این که میخوابی آب نمک قرقره کن، دیگه خواب ترسناک نمیبینی. دکتر بامداد بفرمایید. آقا برای چی شهرداری حقوق ما رو نمیده؟ آب نمک قرقره. حقوق؟ آقا اینجا اشتباه زنگ زدی. دکترم من. وای خاک عالم. دکتر بامداد بفرمایید. آقای دکتر، شما که همش دارین واسه من نمک تجویز میکنید، چیز دیگه ندارید به من بدید؟ تو اصلا مشکلی، تو اصلا میدونی فایده آب نمک قرقره کردن یعنی چی؟ شما این جوونا به روز این اصلا فکر میکنین هر چیزی باید دوا درمون و دکتری خاصی داشته باشه. آب نمک قرقره کردن اصلا یک فواید. تو اصلا مشکلت چیه؟ من دلم درد میکنه. تو برو دستشویی، بعد از دستشویی که اومدی بیرون آب نمک قرقره کن، حالت خوب نشد اصلا بیا رو مدیر برنامه ما اصلا توف کن. تماسه رو وصل کن. نمکامون تموم شد، باقیشو چای خوش تجویز کن. باشه آقا باشه. دکتر بامداد بفرمایید. آقای دکتر، من سرم افتاده دیوار گواد کرده. اشکال نداره، تو یه دستمالی چای خشک ببند به سرت، حالت خوب میشه. اصلا یه چیز به شما بگم، هر مشکلی تو خونه داشتید اول آب نمک قرقره کنید، آب نمک نبود چای خشک. الان که آب نمک نیست و تحریمین، بهترین کار چای خشک رو ببندید به همون جا، هر جا زخمی داشتید. حتی اگه مثلا پول نداشتید، مشکل مالی داشتید، تو جیبتون چای خشک بذارید، 2 روز بعد پولدار میشید. همین دیگه. قطع کنی برنامه رو.